السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخاطبین نهایت محترم، باز هم خرسند هستم که شما را یک بار دیگر در درس دوم از این سلسله درس ها خوش آمدید میگم. من باز هم به نمایندگی از چینل امید هب با شما مخاطب هستم. ما شما در روز گذشته، یعنی در درس گذشته خواندیم، البته راجع به حروف الفبای انگلیسی صحبت کردیم. شما میفهمین که حرف اولین، ساده ترین و ابتدایی ترین ابزار هر لسان است. هر لسان از حرف شروع میشه، از اون جمله لسان انگلیسی. از این خاطر ما ترجیح دادیم که درس اول خود را وقف تشریح حروف الفبای انگلیسی بسازیم. البته بیجا نبوده است و این بسیار زیاد ضروری بود. میپردازیم به درس امروزی خود، یعنی درس دوم ما. درس دوم ما، موضوع اولی که امروز میخوایم روی از او بحث بکنیم word است. word در انگلیسی به معنی کلمه است. word یعنی کلمه، یعنی دومین جزوه یک زبان کلمه است. کلمه چی است؟ شاید شما یک تعدادتان بفهمین که کلمه به چی مفهوم است. کلمه مجموعه از حروف است که یک معنای خاص را به ما شما ارائه میکنه. مجموعه از حروف است که یک معنای خاص را به ما شما ارائه میکنه. A combination of letters that delivers a special meaning. به طور مثال ما میگیم school. حروف S, C, H, O و L یک جا شده و کلمه سکول جور کرده. سکول به معنی مکتب، یک مفهوم خاصی را به ما شما ارائه میکنه. یا مثلا ما شما میگیم پیس، P-E-A-C-E، 5 حرف با هم یک جا شده کلمه پیس جور کرده. پیس هم یک معنای خاص داره که به معنی صلح است. به این ترتیب سیتی، به این ترتیب کانتری. ما کلمات بسیار زیادی داریم در انگلیسی و در هر لسان دیگر. چرا این ضروری است؟ میتونیم مثال بریم، مثلا سن یا آفتاب، مون یا مهتاب، stars یا ستاره ها، country کشور، continent for example، continent قاره، Asia قاره آسیا، subcontinental نیمه قاره. به این ترتیب باز هم تکرار میکنم که word یا کلمه مجموعه از حروف است که با هم یک جا شده یک مفهوم خاصی را بر ما شما ارائه میکنه. البته در هر لسان مفهوم word یا کلمه همین چیز است. در لسان دری، در لسان پشتو، در انگلیسی و در لسان‌های دیگر. موضوع دومی را که ما می‌خوایم به همراه شما مطرح بسازیم امروز کلمه sentence یا جمله. ما ورد بر شما تشریح کردیم، گفتیم که ورد مجموعه از حروف است که با هم یک جای میشن در یک ترتیب خاص با مطابق با گرامر انگلیسی و یک مفهوم خاص را برای ما شما ارائه میکنه. مفهوم دیگه که امروز ما شما روی از کار میکنیم سنتنس یا جمله است. جمله چی است؟ همین قسم که کلمه از مجموعه حروف تشکیل شده، جمله از مجموعه کلمات تشکیل شده. یعنی گروهی از کلمات با هم یک جا با ما چی میکنه؟ یک احساس بیان میکنه، یک امر بیان میکنه، یک سوالیه را بیان میکنه، یک حالت تعجب را بیان میکنه و یا یک لوکیشن، یک منطقه را بر ما شما بیان میکنه. به طور مثال ما میگیم
I very much like to help orphans. I very much like to help orphans. من بسیار زیاد دوست دارم که یتیما را کمک بکنم. من بسیار زیاد دوست دارم که یتیما را کمک بکنم. البته این جمله احساس مرا نسبت به یتیما بیان میکنه. همین احساس خود نسبت به یتیما ما با استفاده از یک جمله بیان کردیم. پس یک مورد استعمال یک جمله ای است که توسط از این ما میتونیم که احساس خود را بیان بکنیم. احساس خود را بیان بکنیم. یا مثلا ما میگیم که What do you do during a week? What do you do during a week? شما در جریان یک هفته چی کارهایی را انجام میدید؟ شما در جریان یک هفته چی کارهایی را انجام میدید؟ یک جمله سوالی است. من سوال مطرح ساختیم. همین سوال خود را من توسط جمله مطرح ساختیم. پس مورد دیگه که یک جمله مورد استفاده است به خاطر سوالیه هاست. ما سوال های خود را با استفاده از جملات مطرح می سازیم. این مورد دوم استعمال یک جمله است. یا مثلا ما میگیم please shut the door. لطفاً دروازه را ببندید. یک امر است. یک جمله امریه است. همین جمله امریه را باز هم توسط یک جمله ما بیان کرده میتونیم. پس مورد دیگه که یک جمله میتونه در وجه مورد استفاده قرار بگیره اونمو اوامر است یا کماند میگن در انگلیسی. من گفتم که به خاطر بیان کماند هم از جملات استفاده میشه. یک جمله امری است. یا مثلا میگیم که please come to the class at the time. Please come to the class at the time. لطفاً سر وقت به صنف حاضر شوید. لطفاً سر وقت به درس حاضر شوید یا در صنف حاضر شوید. یک امری است. باز هم توسط سنتنس یا جمله ما را بیان میتونم بکنم. به این ترتیب یا مثلا میگیم که Kabul is the capital of Afghanistan. Kabul is the capital of Afghanistan. کابل پایتخت افغانستان است. بر ما یک جای یا یک لوکیشن یا یک موقعیت بیان میکنه. این کار هم ما توسط یک جمله بیان کردیم. بله، کابل پایتخت کشور عزیز ما افغانستان است. پس مورد استعمال دیگه جمله به خاطر بیان موقعیت هاست، به خاطر بیان لوکیشن هاست. باید داشته باشید. و بالاخره من گفتم که مثلا ما یک جمله دیگه میگیم Oh my God. How
how long the river is. Oh my God, how long the river is. ما یک تعجب رو بیان کردیم. او خدای من، این دریا چقدر طولانی است. این دریا چقدر طولانی است. من یک حالت تعجب در اینجا بیان کردم به این جمله. باز هم این یک مورد دیگه استفاده از جمله را بر ما و شما نشان میده که توسط از این ما میتونیم که تعجب خود، یک حالت تعجب خود را بیان کنیم. یا ما مثلا میگیم که اوه how good are you. Oh, how good are you. اوه شما چقدر خوب هستین. شما چقدر خوب هستین. یعنی یک حالت هیجان ما بیان کردیم اینجا. باز هم جمله ما را کمک کرد که این کار را بکنیم. پس یک جمله مجموعه از کلمات است که بر ما و شما یک احساس بیان میکنه. I like to help poor. من بسیار خوش دارم که فقرا را کمک بکنم. یک سنس، یک احساس من توسط ازی بیان کردم. یا یک امر بیان میکنیم. Please shut the door. Please come on time. Please go slower. یک امر بیان کردیم. یا توسط از این ما و شما یک سوالیه را بیان میکنیم. What do you do tomorrow morning? What do you do tomorrow morning? شما فردا صبح چی میکنید؟ باز هم سوالیه را ما توسط جمله بیان کردیم. همین قسم ما میتونیم که توسط از این یک حالت تعجب بیان بکنیم. Oh my God, how long this river is. How long this river is. او خدای من این دریا چقدر طولانی است. این یک حالت تعجب ما بیان کردم توسط جمله که مورد استفاده دیگه جمله است. به می ترتیب oh how I pleased to see you. من چقدر خوشحال هستم که شما را میبینم. یعنی یک حالت هیجان ما و شما توسط جمله بیان میکنیم. به این ترتیب ما و شما تا به حال فهمیدیم که حرف چی است. letter که در انگلیسی برش میگن و اون روز گذشته ما به شما یه تشریح دادم. فهمیدیم که کلمه چی است. یک مجموعه از حروف یک جای میشه، یک مفهوم خاص را بر ما ارائه میکنه و اونمون کلمه است. کابل، ایژیا، country, capital, sun, moon, stars, and etc. همین قسم جمله گفتیم که جمله یک گروهی از کلمات است که با هم یک جای میشه، یک احساس بیان میکنه، یک امر بیان میکنه، یک سوالیه را بیان میکنه، یک حالت تعجب بیان میکنه، یک حالت هیجان بیان میکنه، یک لوکیشن یا یک جای بر ما و شما بیان میکنه. امیدوار هستم که مفهوم گرفته باشین. خب به این ترتیب میرسیم به پایان درس دوم. درس امروزی ما بود و مثل همیشه من تشکر میکنم از شما برادران و خواهران نهایت عزیز از توجهی که شما مبذول داشتین به این درس و از اشتراکی که در این درس کردین. شما را به خداوند لایزال میسپارم. لباس عافیت و تن داشته باشین. خدا حافظ.